خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش باشید و خرم، سلامت و تندرست و آرزو میکنم که کمتر ملال و گرفتاری داشته باشید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو به ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه تلویزیون آپادانا ندا در خدمت شما خانم ها و آقایان محترم هستم. اینجا که من الان خدمتتون هستم یکی از 3 فرودگاه بین‌المللی شمال کالیفرنیا است. باور کنید من هر بار که به فرودگاه میام اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چند میلیون نفر، چند صد میلیون نفر در این کره زمین آرزو دارن که مثلا بیان فرودگاه سان فرانسیسکو وارد آمریکا بشن. این تقریبا میشه گفتش که یه خواسته عمومی تو دنیا، کم و بیش. اما با تغییراتی که در قوانین مهاجرت آمریکا پیش اومده، برای خیلی ها مخصوصا این 7 کشور که اکثریتشون مسلمان هستن، رفته رفته به نظر میرسه که اومدن به آمریکا، حالا شده 6 کشور البته، یک آرزوه. بعضیا میگن که دیگه نمیشه، ولی که من فکر کردم که میشه. با یکی از وکلای زبردست مهاجرت صحبت میکردم، این تایید کرد منو و گفت نه میشه اومد آمریکا. گفتم ایرونیا میتونن بیان؟ گفت آره. ازش این دوست عزیز، این وکیل با تجربه، ازش خواهش کردم خب بیا این حرفا تو تلویزیون بزن، روشن کن که چی شده. خانم ها و آقایان، آقای عابدی وکیل مهاجرت آمریکا. آقای عابدی خیلی خیلی خوش آمدی. سلام. قربون دارم، سلام عرض کردم. آقای عابدی، خب قوانین جدید چه اثری گذاشته؟ چه تغییراتی رو باعث شده؟ چی شده؟ قبل از اینکه وارد بحث بشم، منم مثل شما آرزومه که ایرانیان عزیزمون هر جای دنیا هستن بتونن با آسایش و اطمینان خاطر سوار هواپیما بشن و به هر نقطه دنیا که میخوان سفر بکنن، من جمله امریکا. امریکا به اندازه یک قاره بزرگی داره و شاید به اندازه چندین قاره جاهای مختلفی برای دیدن داره. من به عنوان یه متخصص و وکیل مهاجرت امریکا میتونم با شما وارد یه بحثی بشم، هم قانونی هم راجع به تاریخ مهاجرت امریکا. اگه ما راجع به مهاجرت به امریکا بخوایم صحبت بکنیم و ببینیم کارهایی که آقای رئیس جمهور فعلی آقای ترامپ داره انجام میده، میتونیم نگاه بکنیم و به این نتیجه برسیم که کارهایی که آقای ترامپ داره انجام میده کارهای جدیدی نیست. اگه برگردیم به زمان رئیس جمهور وقت آقای جیمی کارتر، ایشون در وقت خودش 1 سال ایرانیانو که ویزا میخواستن بگیرن ممنوع ورود کرد به امریکا. من یادم درست. خیلی خوب. بعد از اون ما در تاریخ امریکا برای 5 بار یا 6 بار دیدیم که ایرانیان برای دوره‌های 90 روزه برای ویزا ممنوع ورود به امریکا بودن. یعنی چی؟ ویزاهای کار، ویزای دانشجویی یا ویزای توریستی. خیلی خوب. الان در جو سیاسی امروز امریکا می‌بینیم که بحث دیگه الان روی ویزا نیست. الان اینو کردن یه بحثی که میگن مسلمان ها ممنوع ورودن. این حقیقت نداره. خیلی خوب. الان اتفاقی که در امریکا افتاده، دولت فعلی امریکا، دولت آقای ترامپ آمده یه چیزی رو به وجود آورده به اسم Operational Control. این هم در مهاجرت هم در قسمت‌های دیگه. تو مهاجرت که بیشتر بخوایم صحبت بکنیم، یعنی منظورتون اینه که کنترل بشه رفت آمدها. بله. الان دولت آقای ترامپ خیلی مشخصانه میخواد بدونه کی داره میاد امریکا و کی نمیاد. بله. کی هست و کی نیست. اگه مقایسه بکنیم در زمان آقای اوباما، در 8 سال آقای اوباما 2.1 میلیون اشخاصی که غیر قانونی بودن از امریکا دیپورت شدن، یعنی بیرون شدن. اشخاصی بودن که غیر قانونی بودن. 2.1 میلیون نفر در عرض 8 سال آقای اوباما بیرون شدن.
این آماریه که اداره مهاجرت به وکلای مهاجرت مثل من اعلام میکرد هر کوارتر و اینا جمع شد، ولی اینا آماری نیستش که در اخبار و به عموم مردم گفته شده باشه. ولی اینا کارهایی که داره انجام میشه و به احتمال زیاد همین هم ادامه پیدا خواهد کرد در زمان آقای ترامپ و رئیس جمهوری 4 سالش. بحث دیگه ای که الان هستش بحث دیواریه که میخوان بکشن در بین مکزیک و امریکا و البته این برای ایرانیان اهمیت خاصی نداره، ولی یه بحث سیاسی داره که فکر میکنم اونم راجبش باید بحث کرد و بهترین نمونه‌ای که من سر این دارم میگم که ما در ایران یه مقداری مهاجر افغانی داریم و اگه بگیم 1,200,000 تا مهاجر افغانی داریم و اگه از این 1,200,000 نفر 200,000 تاشون آدمایی باشن که خلافکار باشن و در ایران باشن، مطمئناً مردم ایران مایل هستن که اینا در ایران نباشن. این چنین افکاری در اکثریت مردم اینجا هستش. من اینا رو فقط دارم باز میکنم برای آگاهی. من نه حامی آقای ترامپ هستم، نه مخالفش هستم، نه ایشون احتیاج به حمایت من داره. من اینا رو دارم میگم فقط برای اینکه ما تاریخ مهاجرت امریکا رو ببینیم. در این انتخابات بین خانم هیلاری کلینتون و آقای ترامپ، این بحث‌های مهاجرتی که همیشه یه آتیشی بود که زیر خاک بود به کنار رفت و این آتیش الان آمده بالا. بحث‌های خیلی دیگه هم هستش که برای ایرانیان مهمه. من همیشه مخالف این بودم که ایرانیان با ویزا وارد امریکا بشن. این یکی از بزرگترین مشکلات ایرانیان بوده، نه فقط ایرانیان بلکه از هر کشوری، تبعی هر کشوری که با ویزا وارد امریکا بشه. خب به این ترتیب شما به آرزوتون رسیدید؟ شما الان دیگه به ایرانی‌ها با ویزا نمیدن. تا بچه چجوری بیان؟ چیکار کنن؟ با گرین کارت. با گرین کارت. بله. ببینین مهاجرت به امریکا یه پروسسه. خیلی خوب، ما دو تا کاتگوری داریم. یک کاتگوری ویزا داریم، یک کاتگوری گرین کارت داریم. خیلی خوب، هر دو کاتگوری به شما کار میده. شما ویزای کار دارین مثل H1B که به مراتب در سالهای گذشته سخت‌تر و سخت‌تر شده و یک کاتگوری گرین کارت دارین. خیلی خوب، که اقامت دائم میشه یا کارت سبز. خیلی خوب، هر دو کاتگوری به شما یه سری حق و حقوقی میده. خیلی خوب، سوال پیش میاد که چرا اشخاص از هر تبعیتی باشن چرا با ویزا وارد امریکا بشن؟ خیلی خوب، وقتی حق و حقوقشون خیلی کمه، وقتی میتونن با گرین کارت وارد امریکا بشن و حق و حقوق یه شهروند امریکایی رو داشته باشن. یعنی میخواد بگید که واقعا گرفتن گرین کارت خیلی کار مشکلی نیست؟ نه، کار مشکلیه، نمیگم کار آسونیه. خیلی خوب، ولی قوانین مهاجرت امریکا این حق رو به اشخاص میدن که اگر مراحل قانونی رو انجام بدن بتونن گرین کارت بگیرن و این کار یه وکیل متخصصه که تجربه در این داشته باشه که بتونه این کار رو انجام بده. خب ببینید، من یه چیزی خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. خب آقای عابدی فقط کارشون مهاجرته. من میبینم دیگه خیلی از وکلا هستم، میبینم مثلا کارهای جنایی میکنن، تصادفات میکنن، نمیدونم طلاق میکنن، همه کار مختلفی رو انجام میدن. بعدش هم میگن که ما متخصص. اولا در وکالت تا اونجایی که من متوجه تخصصی وجود نداره، تجربه. آقای عابدی فقط و فقط کارش مهاجرته. این خیلی مهمه ها که آدم به اصطلاح چی میگه تمرکز بکنه روی کار خاص، نه 50 تا به اصطلاح جاهای مختلف رو بخواد از نظر وکالت پرکتیس بکنه. این خیلی مهمه. خب حالا آقای عابدی به من بگید که الان با این شرایط بازم میشه گرین کارت گرفت؟ بله. ببینید مشکلاتی که تو جامعه ایرانی ما پیش آمده اینه که اشخاص با ویزا وارد امریکا شدن. خیلی خوب، با ویزای توریستی. خیلی خوب، بعد اقدام کردن برای پناهندگی. خیلی خوب، حالا دو تا سوال پیش میاد. یک، آیا وقتی که ویزای توریستیتون رو گرفتین وارد امریکا شدین به دولت امریکا دروغ گفتین یا وقتی اپلای کردین برای گرفتن پناهندگیتون؟ خیلی خوب، در هر صورت پرونده‌های پناهندگی ایرانیان داره رد میشه. این چیزیه که در 3-4 سال گذشته، لااقل میتونم بگم در 4 سال گذشته، بلکه در 5 سال گذشته تعداد پرونده‌های پناهندگی شدیداً در ایرانیا داره رد میشه. در جامعه ایرانیا، در اپلیکنت‌های ایرانیا پرونده‌های پناهندگی داره رد میشه.
خیلی خوب، این یه حقیقتیه متاسفانه. خب بعد مشکل چی پیش میاد؟ مشکل اینجا پیش میاد که پرونده خانوم یا آقا در پناهندگی رد میشه. خیلی خوب، 3 سال هم هستش تو امریکان، یه پا در هوان، نمیدونن چیکار باید بکنن. خیلی خوب، نه راه پیش دارن نه راه پس. خب چرا از این طریق اقدام میکنین؟ چرا راهی رو میرین که به نتیجه نمیرسه؟ قوانین مهاجرت امریکا اگر درست انجام بشه و قانونی باشه و وکیلتون بلد باشه چی کار بکنه و چه جور کار رو انجام بده، به شما حق اینو میده که گرین کارت بگیرین. قوانین مهاجرت امریکا قوانینیه که برای مهاجر، برای آوردن ایمیگرنت به این کشور بهترین کمک رو میکنه. یعنی پروسسیه که به نفع مهاجره، برعکس انگلستان، برعکس فرانسه، برعکس آلمان، برعکس روسیه، برعکس چین، برعکس هر کشور پیشرفته دنیا. من قانون رو دارم میگم، من تعریف نمیخوام بکنم از هیچ کشوری، از هیچ حکومتی. من قانون مهاجرت رو فقط دارم میگم. حالا بهترین راه برای گرفتن گرین کارت، اون داستانی که سرمایه گذاری اینا هنوز هم هست؟ سرمایه گذاری EB5 هنوز هست. 500,000 EB5 سرمایه گذاری $500,000 که داره بالا میره. قرار بود بشه $800,000 ولی به روایتی داره میشه $1,200,000 و فکر میکنم برای جامعه ایرانی با تبدیل ریال تومان به دلار $1,200,000 خیلی مشکل باشه و در آینده من فکر میکنم EB5 برای ایرانیان خیلی کمتر خواهد بود. آپشن های دیگه ای هستش، EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 همه اینا کاتگوری هایی هستن برای گرفتن گرین کارت. جالبش اینه، حالا من یه ذره تاریخ هم قاطی میکنم، تمام EB1 تا EB5 تمام اینا قانونایی بودن که جورج بوش پسر در سال 1991 یا 90 قانون کرد. درسته؟ خیلی خوب، و وقتی شما قوانین نگاه میکنین، اگه حتی به امنستی، به مهاجرت نگاه بکنین، میبینین که ریگان در سال 1980 یادم نمیاد چی، اون به یه سری اشخاص داد که بله پناهندگی داد که ایرانیان اون موقع یه سریشون اینو از این طریق تونستن گرین کارت بگیرن. توقع وکلای مهاجرت من جمله خود من از آقای اوباما و رئیس جمهور وقت که 8 سال رئیس جمهور بود برای افغ خیلی بیشتر بود از اونی که کرد. یعنی حقیقتا آقای اوباما کاری که میتونست برای مکزیکیا و برای اشخاصی که از امریکای جنوبی اینجا غیر قانونی بودن که الان آمار دقیق هستش 12 میلیون نفرن، میتونست خیلی کار بکنه ولی هیچ کار نکرد. اطلاعاتی که الان داریم، همین اپریشن کنترلی که من میگم از اداره مهاجرت و آیس که قسمت اینفورسمنت و اجرایی اداره مهاجرت، الان اینا میرن منازل اشخاصی که غیرقانونی هستن و بیزنس کارت میذارن رو خونه های اشخاص مدت روز که اینا دارن کار میکنن. یعنی علنا اینا همه این اشخاص شناسایی شدن. چیزی که مشخصه، تمام اشخاصی که توی گنگ ها هستن و اشخاصی که کارهای خلاف انجام دادن، اینا رو از امریکا بیرون خواهند کرد. این حقیقت امروز امریکاست. اگه رئیس جمهور عوض بشه، اگه حکومت عوض بشه و دموکرات سر کار بیاد، به احتمال زیاد اینا عوض خواهد شد. ولی امروز امریکا خب همینه. خب به اصطلاح یه حقم دارن دیگه، میگه که یا جنایتکار، آدم کش فلان، خب بره. آقای عابدی بگید که ایرانی‌ها میخوان گرین کارت بگیرن، از چه طرقی میتونن این کارو بکنن؟ بهترین راه گرفتن گرین کارت برای هر کسی از هر نقطه دنیا، من جمله ایرانیان عزیز، از طریق کاره. خیلی خوب، 3 کاتگوری کار هستش، یکی پروفشناله، یکی سکیلد، یکی انسکیلد. یعنی قوانین مهاجرت به اشخاص که خارج از امریکا هستن و میخوان اقامت امریکا رو بگیرن میگه اگه شما تخصص کاری داری، از تخصصت میتونی گرین کارت بگیری. اگه تخصص نداری، فقط تحصیلات داری، میتونی از طریق تحصیلاتت بگیری. و حتی اگر فقط دیپلمه هستی و 2 سال تجربه کاری داری، میتونی از اون طریق هم گرین کارت بگیری. بله، این توی وبسایت اداره مهاجرت هست. خب حالا اگه دیگه دانشمند باشی، متخصص باشی، راحت‌تر. بله، اونا EB1 و EB2 هستن که کاتگوری‌های مختلف هستن. شاید سوال آخرم باشه، پناهندگی پس در این شرایط پناهندگی دیگه معنی نداره؟
پناهندگی مذهبی چی؟ ببینین، من سال 1988 دکترای حقوقمو گرفتم. من یک پرونده پناهندگی در تمام سالهای وکالتم انجام ندادم. پناهندگی مال موقعی بودش که یه بلوک کمونیست بود که یک کسی از یوگسلاوی می آمد و گوشش بریده شده بود یا انگشتای دستش بریده شده بود. پناهندگی مال اون موقع بود. الان پرونده‌های پناهندگی همش که نمیشه گفت، ولی 90 خورده درصد پرونده‌های پناهندگی که دیده میشه و تو اداره مهاجرت فایل میشه، اینا پرونده‌هایی که جواباش رد میشه. خب مشکل با اداره مهاجرت نیست، مشکل با پرونده است. برای همین بهترین راه نیست و برای اشخاص مشکل به وجود میاره. حالا من توصیه میکنم اگر شما این برنامه رو هر جا دارید میبینید، اگر دوستی عزیزی در ایران دارید که میخواد بیاد آمریکا، من به شما توصیه میکنم، واقعا توصیه میکنم حتما با آقای عابدی تماس بگیرید، با دکتر عابدی نظرش رو بپرسید. من الان خودم نمیستم، با فوق دیپلم میشه گرین کارت گرفت به عنوان متخصص. با ایشون تماس بگیرید. آقای دکتر اگه با شما تماس بگیرید که مشاوره اولیه رایگانه؟ مشاوره اولیه 15 دقیقه رایگانه. چیزی هم عجیبتون نمیدید. مشورت کنید. شماره تلفن آقای دکتر عابدی پایین صفحه تلویزیون هست، با ایشون تماس بگیرید، نظرشون رو بپرسید. به نظرم میاد که تا حالا یه سوالی دیگه میخوام بکنم، گفتم آخرین سواله ولی دلم میخواد از نظر تجربی، تا حالا شما شده که ناموفق باشید توی گرفتن گرین کارت و اینجور چیزا؟ ببینین، من هیچ علاقه ندارم خودم از خودم تعریف بکنم و تو کاراکتر و شخصیتم هم نیست. پرونده‌ای که ما به اداره مهاجرت میفرستیم قطرش تقریبا انقدره. ما خیلی بیشتر از اونی که اداره مهاجرت میخواد میفرستیم. پرونده‌ای گرین کارتیمون هم تضمینیه. من بعد از 17 سال تجربه کاری اگه نتونم پرونده‌ای رو که به عهده میگیرم به نتیجه مثبت برسونم، نباید از موکلم پول بگیرم. دمت گرمه. جالب بود. این دیگه باورم. یعنی شما اگر نتونستید گرین کارت بگیرید پولشون رو پس میدید؟ این تو قراردادامون ذکر شده است. درود بر جناب عالی. قراردادامون ذکر شده است. یعنی اینو بهتون بگم، اداره مهاجرت وقتی یه پرونده رو رد میکنه، اون تو مینویسه دلایل چیه. خیلی خوب. و یه چیزی که مینویسه قشنگ مینویسه attorney error، اشتباه وکیل. خیلی خوب، این خیلی مهمه، اشتباه وکیل. خیلی خوب. من وکیلی که قسم خوردم و سالهاست دارم وکالت میکنم و کار مهاجرت دارم انجام میدم، من کارمو باید بلد باشم. اشتباه وکیل نباید تو پرونده باشه. آقا خیلی خوش آمد. این مانیفست آخرتون خیلی قشنگ بود که اگر گرین کارت ایشون نگرفتن، برای شما یا برای اقوامتون، نزدیکانتون که میخوان بیان آمریکا، پول از شما نمیگیرن. این فوق العاده است. آقای دکتر عابدی ممنون، سپاسگزارم. یه چیزی دیگه هم آخر بگم شخصی. آقای دکتر عابدی گفت من دوست ندارم از خودم تعریف بکنم. حالا یه چیزی به شما بگم. من از اون موقعی که آقای دکتر عابدی رو شناختم میبینم که این همش از مردم تعریف میکنه، از دوره و یا دوستا همش تعریف کنه، هر وقت به خودش میرسه شروع میکنه علیه خودش صحبت کردن. یعنی واقعا شکست نفسی میکنه دکتر نسبت به خودشون. فوق العاده است. خیلی ممنون. این پیامی که دادید خیلی خوشم اومد. موفق باشید آقای دکتر عابدی. قربونتون برم. مرسی.